خب بچه ها مخلصم، شکر بچه های عزیز، مخلص هموطنان عزیزم. آقا من اگه استوری نمیذارم، اگر چیز خنده‌داری الان نمیذارم، فقط به خاطر اینکه مشهد سیل اومده، هموطنانمون دچار یعنی گرفتاری و این چیزا شدن. من دلم واقعا نمیره الان بخوام یه استوری چیزی بذارم، واقعا دلم نمیره. یعنی خیلی دوست دارم مردم عزیز رو بخندونم یا کارهای دیگه انجام بدم. خیلی از کارهای دیگه دارم که انجام بدم، ولی الان یکی دو روزه که اصلا دلم نمیاد بخوام استوری چیزی بذارم، واقعا دلم نمیاد. یعنی ته دلم نمیره که بخوام یه استوری چیزی بذارم واقعا. الان